درود شنوندگان عزیز، در روی موج رادیوی موجر قرار دارد. امروز 3 دکبر است و مهمترین تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان رو ما روی موج رادیوی موجر منظورتان می‌گردانیم. خبرهای این ساعته رو از روسیه شروع میکنیم. از این بعد ساده و یا مرکب بودن امتحانهای زبانی روسیه، تاریخ و اساس قانونگذاری روسیه برای مهاجران در اساس هدف ورود آنها معین کرده می شود. شورای فدراسیای روسیه، پالاتای بالایی مجلس قانونگذاری این کشور، طرح نهایی تغییر و الهه‌ها به قانون‌های مهاجرت را در خصوص سپاریدن امتحانهای زبانی روسیه، تاریخ و اساس قانونگذاری فدراسیای روسیه برای مهاجران تصدیق کرد. امتحان از تاریخ روسیه سوال‌ها را درباره دانش اساسی قانونگذاری روسیه در بر می‌گیرد. دادن شهادتنامه موافق از روی نتیجه امتحان از جانب مؤسسه‌های تعلیمی که برای برگزاری امتحان‌های داخل‌دار برای شهروندان خارجی از وزارت علم و تحصیلات عالی فدراسیای روسیه اجازه‌نامه مخصوص دارند عملی کرده می‌شود. طبق قانون مهلت عملی این شهادتنامه را حکومت روسیه مقرر می‌کند. مهلت در اساس هدف به دست آوردن آن مقرر کرده می‌شود. اگر شهروند خارجی در روسیه مقصد فعالیت مهنتی داشته باشد و یا تصمیم گرفتن اجازه موقتی اقامت یا خود RVP گرفتن باشد، پس به او شهادتنامه امتحان‌های سپاریده‌اش برای 3 سال داده می‌شود. برای نفرانی که هدف به دست آوردن اجازه اقامت خود و انژه را دارند، در این صورت به آنها شهادتنامه به محدود داده می‌شود. مرکبه سوال‌ها در امتحان‌های زبان روسیه، تاریخ و اساس‌های قانونگذاری فدراسیای روسیه از هدف ورود شهروندان خارجی وابسته است. با موضوع دیگر می‌گذاریم و ادامه میدیم خبرها را. مقامات می‌خواهند تحصیل را در اساس زمینه ورود دانشجویان خارجی در دوره پاندمی به فدراسیای روسیه کنند. سناتورهای پالاتای بالایی پارلمان روسیه از حکومت درخواست کردند که تحصیل را در دوره پاندمی کرونا ویروس در روسیه اساس زمینه ورود دانشجویان خارجی به حدود مرزی و ماموری فدراسیای روسیه گردانند. در این باره رهبر کمیته شورای فدراسیای روسیه باید به معارف، علم و فرهنگ لیلیا گومیرова در صحبت با خبرنگاران ابراز نظر کرده است. تحصیل در کشور ما برای ورود دانشجویان خارجی به روسیه اساس نیست. ما به موافقه رسیدیم که با حکومت برای آموزش چنین امکانات همکاری کنیم، گفته است لیلیا گومیرova در پی یک جلسه بین اداروی در این موضوع. با گفته وی نتیجه‌های مانیتورینگ نشان می‌دهند که بنا به بسته بودن سرحدها دانشجویان خارجی از روسیه بیرون ماندند و درس‌های آنها به طور آنلاینی صورت می‌گیرد که نه همه آنها می‌توانند پرره و از روی طلبات جاریه به درس‌ها پیوندند. در حالی که درس‌های آنلاینی هر روز شروع می‌گردد، در یک کشور روز است، در دیگر شام و یا نیمه شب. مشکل تکنیکی و یا اینترنتی نیز دانشجویان خارجی ما دارند. در اکثر موارد بیشتر آنها پورا نمی‌توانند در درس‌های آنلاینی شرکت کنند که این به روند پست گردیدن سطح تعلیم در دانشگاه‌های روسیه سبب می‌گردد. تاکید داشته است رهبر کمیته شورای فدراسیای اوید به معارف، علم و فرهنگ لیلیا گومیرova. علاوه گردیده است که اپیدمی کرونا ویروس در تمام جبهه‌های حیات از جمله تحصیل آثار منفی خود را گذاشته است. لیلیا گومیرova هنگام سخنرانی خود واضح کرده است که از 315,000 دانشجوی خارجی تقریبا 100,000 نفرشان در خارج هستند و بیشتر از 200,000 نفر آنها تحصیل را در فدراسیای روسیه آنلاینی و در شکل مقرری ادامه داده ایستادند. تحولات این ساعته تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید و از روسیه به تاجیکستان میرویم. بنا به معلومات بانک ملی جمهوری در تاجیکستان بالاروی قرب دلار و یورو دیده می شود. برای به حسابگیری و پرداخت باج‌های گمرکی بانک ملی قرب اسعار را برای امروز 3 دکبر مقرر کرد. از جمله $1 در جمهوری 11.3 سومانی، 1 یورو 13.5 سومانی و 1000 روبل روسی به 148 سومانی برابر گردید. همین طریق قرب اسعار خارجی با پول نقد در نقطه‌های مبادله اسعار تاجیکستان تغییر یافت. طبق اطلاع رسمی دلار را با نرخ از
از 103 تا 11 و از 133 سومونی خریدن ممکن است. خرید یورو از 13 و از 160 تا 13 و از 162 سومونی ارزش دارد. برای خریدن 1000 روبل از 148 تا از 13 تا 149 از 14 سومونی پرداخت کردن ممکن است. همزمان بانک اسخط اسعار روسی را برای قرب از 145 و از 15 تا 151 سومونی پیشنهاد میکند. سپتم این بانک از 149 تا 152 از 15 سومونی روبل روسی را به سودا برآورده است و 1000 روبل را در الف بانک با قرب از 149 تا 151 از 15 سومونی عوض کردن ممکن است. در همین حال بانک ملی تاجیکستان هشدار می‌دهد که همگونه عملیات‌های مبادله‌ای بیرون از بانک‌ها، فیلیال‌ها، مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی، نقطه‌های انتقال پولی، بانکمات‌ها و ترمینال‌ها منع است. برای ویران کردن این طلبات قانون شهروندان را به جوابگری مأموری و جنایتی کشیدن ممکن است. ادامه خبرهای روز را مستقیما میشنوید و از تاجیکستان به روسیه برمیگردیم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به معاون رئیس حکومت کشورش تاتیانا گولیکووا سپارش داد که هفته آینده امگذرانی عمومی را از شرایط کرونا ویروس در روسیه آغاز کنند. می‌نویسد ریا نوستی. طبری گفته می شود سرور دولت روسیه قید کرده است که وی قبلا با تاتیانا گولیکووا و رئیس حکومت میخائیل میشوستین سطح استحصال واکسینه های ضد کووید 19 را در روسیه محاکمه کرده بودند. من میدانم که الکی در مملکت ما زیاد از 2 میلیون وایه آن استحصال شده است یا در چند روز آینده استحصال کرده بشود. استحصال اولین واکسینه در جهان علیه شرایط کرونا ویروس سپوتنیک 5 می باشد. این به ما امکان می دهد که اگر امگذرانی عمومی شروع کرده نتوانیم پس باید امگذرانی دو گروهی خلق طبیبان و معلمان را در اول آغاز کنیم، گفته است ولادیمیر پوتین. به گفته پرزیدنت روسیه صنعت دارو تیارکنی فدراسیون روسیه برای امگذرانی وسیع آماده است. بیایید این قدم اول را گذاریم، گفته است سرور دولت روسیه ضمن یک کنفرانس ویدیویی بخشیده به افتتاح مرکز طبی بسیار صحوی وزارت مدافع فدراسیون روسیه. معاون رئیس حکومت فدراسیون روسیه تاتیانا گولیکووا در نوبت خود ابراز داشته است که روسیه امکان دارد که ماه دکبر امگذرانی عمومی را پررا آغاز کند. در ادامه موضوع شرایط کرونا ویروس در روسیه باقی میمانیم. تعداد مبتلایان کرونا ویروس در روسیه در یک روز 28145 نفر افزوده است که این از آغاز پاندمی شماره رکوردی می باشد. از ستاد فوری فدرالی مبارزه با شرایط کرونا ویروس در روسیه امروز پنجشنبه 2 دکبر به خبرنگاران اطلاع دادند که شماره عمومی سرایت یافتگان در رحمه 85 منطقه روسیه به 2,375,546 نفر رسید. در مقایسه با معلومات ستاد افزایش سرایت یابی طی چند هفته اخیر به اندازه 1.2% افزوده است. سرعت کمترین خروج کرونا ویروس در یک روز اخیر در حوزه مختار یمال و ننتس، حوزه مختار خانتی-منسی، جمهوری‌های مری-ال، داغستان و باشقردستان روسیه به قید گرفته شده است. طبق اطلاع ستاد شماره گرفتاران سرایت کرونا ویروس در یک روز گذشته در شهر سنت پترزبورگ 3692، در منطقه مسکو 1193، در ولایت نیژنی نوگورود 481، در جمهوری کرالیا 472 و در ولایت ارخانگلسک 399 نفر را تشکیل داده است. در حال حاضر 474088 نفر در روسیه با نشانه‌های اولیه ویروس کرونا بستری بیمارستان میباشند و شماره بیماران مرخص شده از مؤسسه‌های طبی که قبلا تشخیص کرونا ویروس داشتند در یک روز 29502 نفر افزوده است. در مجموع 1,859,851 نفر علیه از شرایط کرونا ویروس در روسیه شفا یافتند. طبق معلومات ستاد شماره بیماران در یک روز صحت یافته از شماره آنهایی که دوباره سرایت یافتند زیادتر است. حصه آنهایی که صحت شده‌اند تا 78.3% زیاد شده‌اند. در دوام یک روز اخیر 2940 نفر بیمار
پس از سیاچوی در سنت پتربورگ 1034 نفر در ولایت مسکو، 593 در منطقه یاقوتستان، 502 نفر در ولایت ارخانگلسک، 485 نفر در ولایت تومن از بیمارخانه‌ها جات داده شدند. تعداد فوتیدگان از ویروس کرونا در یک روز اخیر 589 نفر را در بر میگیرد. در مجموع 41607 نفر بیمار از سرایت کرونا ویروس در روسیه فوتیدند. خبر میدهد ستاد فدرالی مبارزه بر ضد کرونا ویروس در فدراسیون روسیه از جمله در یک روز گذشته 69 فوت در سنت پتربورگ، 36 عدد فوت در منطقه مسکو، 30 عدد فوت در قلمرو کراسنویارسک، 26 عدد فوت در ولایت رستو، 16 نفر در قلمرو پرم و 16 نفر دیگر در ولایت ورونش از سرایت کرونا ویروس به هلاکت رسیدند. در این ساعت شما تحولات مهمترین را مستقیما در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز شنیدید. سلامت باشید و در ساعتهای بعدی انتظار خبرهای تازه در روی موج رادیوی مهاجر بمانید.